همه چیز از وقتی شروع شد که برای اولین بار اون عکس افتاد جلوی پا. یه عکس قدیمی خانواده این ناشناس، اما وسطش یک مرد بی سن ایستاده بود. نه پیر نه جوون، انگار زمان ازش رد نمیشد. چیزی که عجیب تر بود، اون مرد دقیقاً داشت به من نگاه میکرد، نه به دوربین، به من. گفتم شاید توهمه. عکس رو روی میز گذاشتم و چراغو خاموش کردم. اما نیمه شب صدای خشخش اومد. چراغ خواب که روشن شد، مرد بی سن یک قدم جلوتر توی یه عکس ایستاده بود. قلبم یخ کرد. گوشیم رو برداشتم و زوم کردم. زیر لبش نوشته بود یادت نمیاد ولی من تو رو میشناسم. صبح که شد عکس رو بردم دور بریزم، اما هر جا میرفتم دوباره جلوی پام ظاهر میشد. انگار داشت منو دنبال میکرد. آخر شب به عکس نگاه کردم و با صدای لرزون گفتم تو کی؟ از من چی میخوای؟ مرد لبخند زد ولی صدایی از عکس بیرون نیومد. من فقط تونستم بخونم که گفت فرار نکن. وقتی دیدم خودم وسط عکس ایستاده بود و مرد بی سن گفت وقت شروع دوباره هست.